برادر گرامی، ما سوال بسیار به مورد دادند که امروز می‌بینیم که یک حرب، یک جنگ بین ایران و که این دشمن اسلام است، دشمن اهل سنت است و این جنایت‌های ایران رو فراموش نکنیم که چقدر بر قتل اهل سنت در عراق، در سوریه یک سهم بزرگی داشتند. هیچ وقت این شکست بزرگی که اهل سنت در سوریه و عراق قرار گرفته بودند و کمک این مشرکین از شیعه‌های امامتی اثنا عشره اهل ایران زمین و دشمنی آنها و کمک این مردم خبیث بر کفار و دشمنان در عراق، چقدر مردم به خاک خون کشانده شد، میلیون ها مردم قتل شد و اینها دستی بر این داشتند. تا حالا هم زندانی های ایران پر از علماهای اهل سنت، پر از مردم زنان و مردان اهل سنت قرار دارد. زندانی ها پر است. حتی در ایران، در پایتخت ایران تهران، حتی یک مسجد از مسجدهای اهل سنت دیده نمی شود. بلکه دشمنی که اینها با اهل سنت دارند، فکر میکنم هیچ کس این گونه دشمنی را بر این امت اسلامی امروز ندارد. برای همین امروز که این جنگ که پدید آمده است بین ایران و این دشمنان دیگر از این طرف، این کفار مشرکین نجس، باید انسان را خوشحال کند که الله اینها را با هم درگیر کرده است و با درگیری اینها مسلمانان در سلامت میمانند. و این کسی که امروز به قتل رسانده شد، این خامنه‌ای، این رو باید بشناسه که این کی هست. این یکی از دشمنان سرسخت‌ترین اهل سنت است که بسیار فتاواهای گوناگون صادر کرده است بر قتل اهل سنت در ایران زمین و در عراق و در سوریه و در هر گوشه و کنار دنیا. تمام این صادراتی که بر قتل اهل سنت در سوریه امروز قرار دارد، تمام این 57 و 60 سال و این 20 سال اخیر از این خبیث بشار اسد که در اینجا قتل مردم اهل سنت که هیچ بر هیچ یک از ما و شما پوشیدن است، به دست همین فتوای همین خبیثان بود. همین کسی که امروز کشته شد و جهنم بر این دشمنان الله مبارک بود. و این شادی و این خرسندی را باید در خاندان هر یک کسی که خودش را بر اسلام منتسب میکند بداند. علما میفرمایند که اگر دو گروه کافران ظالمان با هم بجنگند، مسلمانان از جنگ بین آنها باید شاد بشوند، خوشحال بگردند و حمد و ثنای الله سبحانه و تعالی را بگویند که این دو ظالم را با هم الله سرگردان کرد و مسلمانان از سرگردانی اینها راحت پیدا میکنند. پس این جامعه را بینگرید چقدر مردم اهل سنت در تمام گوشه و کنار دنیا از دست این دو شیاطین بزرگ آزار و اذیت کشیدند. چگونه مصیبت ها دیدند، چگونه اذیت ها، چگونه قتل و کشتار ها، چگونه زندانی ها. و می توانید همه این قتل و کشتار و این فتاوایی که اهل سنت را کشتن لازم و اینها را به خاک خون کشیدن لازم، بر کشتن اینها انسان ثواب میگیرد گفتن فتاوای اینها، میتونید در شبکه‌های اینترنت آن را پیدا نمایید. با زبان گوناگون ترجمه شده است. تو شاید کسی پیدا نشه بگه که ابو ابراهیم از پیش خود سخن بردارا گفت. در شبکه‌های اینترنتی پاروان زیاد است که شخصا خود این فتاوای ظالمانه اینها را گوش کردگی هستند. علاوه بر این خون ما که هیچ چیزی نیست، ولیکن بر ناموس رسول الله رسیدن، بر ناموس ازواج او رسیدن، بر ناموس صحابگان کرام آنها را دشنام و حقارت و تکفیر کردن، با این گناهش بزرگتر است. با از همه این بالاتر قرآن را تحریف شده بگویند. قرآن را بگن این قرآن را ما نمیپذیریم، این قرآن عمری است گفته و چی عملهای زشتی هم بگویند. از این ده باز بالاتر میگویند که جبرائیل علیه السلام ملائکه وحی است که وحی را هیچ واگاه خواهی نکرده است. در شأن او حتی هم رسیدن گفتن که جبرائیل خطا کرد، اشتباه کرد و این وحی را باید بر علی میفرست، بر او فرست. این شیعه های ایران زمین اثنا عشره میگن اینها الله را حقیقتا عبادت نمیکنند، اینها مخلوقات را عبادت میکنند، اینها علی را عبادت میکنند، اینها حسن و حسین را عبادت میکنند، اینها فاطمه زهرا را عبادت میکنند. اینها کسانی هستند که در زمان خود حضرت علی اینا پیدا شدند. شیعیان علی در زمان حضرت علی اینا پیدا شدند، دعوای محبت علی کردند و از علی خواستند دفاع نمایند و نزدیک آمدن گفتن یا علی انت الله، تو الله هستی گفتن. و علی رضی الله عنه فرمان داد آنها را دستگیر کرد، کسی را که توانست آنها را زنده اخدود چیخی را کند، آنها را زنده در گراند تا که برای دیگران پس از این عبرت شود. ولیکن این خبثاها عبرت نگرفتند. یکی از شیطان‌های بزرگ این جهان امروز به خاک خون کشانده شد. این خامنه‌ای شیطانی که تمام اهل سنت در تمام گوشه و کنار دنیا از دست این آزار و اذیت میدید. شیطانی که به صورت صله و ریش و اسلام داخل شده بود،
شیطانی که دشمنی او بر اهل سنت آشکار شده بود، شیطانی که هنگامی که میخواست اهل سنت رو، مسلمانان رو به قتل برساند، با دشمنان همکاری میکرد. امروز که آنها با هم درگیر شدن، این دشمن، این خبیث دیگری از یهود، این شیاطین بزرگتر که هر دو بزرگ هستند، ولی که یکی چهرهش روشن است، دیگری چهرهش پوشیده است. چهرهش روشن این یهودی خبیث است، این امریکایی شیاطین ظالم است، و این خبیث اسرائیل است که این فلسطین مبارک رو به خاک خون کشانید. من قصه رو برای شما بگویم که سرزمین مصر زیاده از 200 سال زیر راهبری این شیعیان بود، حکومت و خلیفت و راهبریت را داشت. در این طول 200 سالی که در زیر دست اینها بود، چقدر علماها به خاک خون کشانده شده بودند، چقدر مردم کشته شده بودند، و این سرزمین فلسطین که در زیر یهود قرار داشت، حتی یک بار هم جرأت نکردند که او رو به دست بگیرند، او رو آزاد نمایند. این بود که اهل سنت این سرزمین رو آزاد کرد از این خبیثان و رفته فلسطین رو هم آزاد نمودند. در هیچ عصر و زمان اگر با تاریخ بنگرید پیدا نمی‌کنید که این شیعیان بر ضد دشمنان اسلام جنگیده باشند، جنگی واقعی، یا سرزمین از سرزمین‌های کفار رو اسلامی کرده باشند، بلکه برعکس این رو می‌بینید. در هر جایی که داخل شدن خرابی‌ها آوردند، در هر جایی که نول خود رو انداختن خرابی‌ها آوردند. برای همین بر این دشمنانی که امروز بین همدیگر روپرو شدن، برای ما خوشحالی و خوشبختی می‌آورد. سرور میگیم الحمدلله، شکر و سپاس پروردگار را که این ظالمان رو با خود درگیر کرد، و شکر و سپاس پروردگار که این ظالم، این خبیثی که در صورت اسلام بود، با صلاح و ریش برآمده بود و مردم را فریفته خود کرده بود، امروز این طاغی، این سرکش به هلاکت رسید. از هر دو گروه که ظالم هستند امروز با هم درگیر شدن، ما باید با فضل الله سبحانه و تعالی خوشحال بگردیم که الله اینا رو با خود درگیر کرد و مسلمانان رو نجات بخشید. و بگذار این درگیری آنها چنان درگیری بگردد که سبب ضعف و هلاکت هر دو بگردد، سبب ضعف و خاری هر دو بگردد و سبب نصرت اهل سنت بگردد. هر گوشه و کنار دارم الله چنان اینا را درگیری بسازد با هم که از شر اینها اهل سنت در هر دو گوشه و کنار دنیا، از فلسطین تا مشرق و مغرب سلامت بمانند. پس مسلمان از اینجاست که شکر و سپاس الله را باید بداند و دعا نماید که الله این آتش علنگه را بر آنها باز بیشتر بگرداند تا سبب خاری همدیگر بگردند و این دو شیاطین را الله سبحانه و تعالی از این کره زمین نیست نابود بسازد. و مسلمان در هیچ دور و زمان طرفداری ظلم نیست. این ظلمی که این خبیث خامنه‌ای کرده است در این سالهای اخیر، عدد قتل کشتار مردم مسلمان در سوریه و عراق و ایران زمین و افغان حساب ندارد، شمارش ندارد، ولیکن بر شما است که از این چیزا با خبر شوید تا که بدونید که دشمنی که بر صورت اسلام آمده است چگونه زهرآلود است. الله سبحانه و تعالی چشم امت اسلام را بکشید تا که این حق را بفهمند و درک نمایند و به سوی این حق راهنمود شوند و نه با ظالم دوستی کنند، نه با ظالم راهنمود شوند، بلکه از این آن روی گردان باشند و به سوی توحید هدایت بیابند. و بدونید که الله سبحانه و تعالی بعضی از ظالمان را با بعضی از ظالمان دیگر محو و نابود می‌سازد و دعا نماییم که الله این ظالمان را با هم محو و نابود بسازد. این از حکمت الهی سبحانه و تعالی است تا که از شر آنها ما دور بگردیم. و در قول الله سبحانه و تعالی که الله می‌فرماید در سوره انعام و كذلك نولي بعض الظالمین بعضا، و همچنین ما سرگردان میکنیم بعضی از ظالمان را با بعض دیگر. در تفسیر خود میگوید که الله ظالمان را با یکدیگر مسلط میسازد با سبب آن جرم و ظلم و گناه و ستمشان. و قرطبی میگوید که اینم از عدل الله است که ظالمان را با ظالمان جزا میدهد و چه خوب است که ظالمان را با اهل توحید جزا بدهد. الله اهل اسلام را قوت و نصرت بدهد. بارک الله فیکم. الله بر حال ما و شما رحم نماید و ظالمان را با همدیگر چنان سرسان و سرگردان گرداند که از اهل سنت فراموش کنند، از ناموس پیامبر صلی الله علیه و سلم داشتم در او، در حق ازواج او، در حق صحابگان فراموش کنند. و بالله توفیق. بارک الله فیکم.